اعتراض کنم؟ ما بفهمید که به نظرتون اینا چند سالشونه؟ کدوم شهرن؟ دانش آموزای مدرسه مینا هستن 15 تا 25 سال باز باشن. فرزندای همین آب و خاکن که به دست کسایی که قرار بود بیان ما رو آزاد کنن جونشون از دست دادن، شهید شدن. بعضیشون اهل کشورهای دیگه احتمالاً باید باشن ها. بعد از ترور رهبر شهید انقلاب مردم پاکستان در مقابل کنسولگری آمریکا در کراچی به این اقدام تروریستی اعتراض کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز نظامیان آمریکایی مستقر در کنسولگری معترضان را به گلوله بسته و 23 جوان و نوجوان دانشجو و دانش آموز را به شهادت رساندند. همینها بودن؟ خدا لعنتشون کنه. 23 جوان و نوجوان دانشجو نشون میده که انقلاب ما یه انقلاب جهانی هستش و به خصوص مردم پاکستان و کشمیر با اون کاری که کردن، تله‌هایی که میبخشیدن، گوشواره‌هاشون رو باز میکردن، واقعا جای تقدیر داره. این راه حق و حقیقت هستش، ولی خب ما انتقامشون رو از آمریکا و اسرائیل 100% میگیریم. پاکستانی توجه سلام. پاکستانی توجه سلام. پاکستانی مستقل زنده باد. پاکستان زنده باد.